انسان دارای احساسات و عواطف می باشد و این احساسات و عواطف میتونه جنبه های مثبت داشته باشند و میتونن جنبه های منفی داشته باشند و اضطراب از جمله اختلالات روانی می باشد که جنبه مثبت نداره. یکی از احساسات و عواطف منفی ما شما می باشد. خب گفتیم اضطراب یک اختلال است، از خود اعراض و علائم دارد و شخصی که این اختلال داشته باشه نگران آینده است، بسیار شدید نگران آینده بوده، دلشوره داره و میتونه تمرکز او را و حافظه او را خراب بسازه. نمیتونه درس بخونه و اگر درس هم بخونه یاد نمیگیره و زود از حافظش فراموش میشه و این اضطراب میتونه باعث دردهای عضلانی شود و شخصی که سر کار میره و سر وظیفه میره زود خسته میشه. و یک نکته خیلی مهم دیگری این است که وقتی که ما میترسیم، ترس داریم، واقعی است. مثلا یک حیوان درنده به ما و شما حمله میکنه، ما به خاطر نجات خود میترسیم و خود نجات میدیم. اگر ترس وجود نمی داشت ما شاید یک روز هم زنده نمیماندیم. اما اضطراب چیزی است که در او ترس واقعی نیست، خیالی و ذهنی است. ما مثلا امتحان داریم فردا، به خاطرش بسیار نگران هستیم و این اضطراب است. چیزی که ما فکر میکنیم شاید اتفاق افتادنش 1% باشه ولی 99% امکانش هست که همون چیزی که ما نگرانش هستیم و هم خیلی شدید اتفاق نمیفته.